سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. مطلبی رو که میخواستم در خدمتون باشم در مورد اسکرینینگ و تشخیص زودرس سرطان پستان هست. قبلا هم خدمت عزیزان اشاره کرده بودیم سرطان پستان قابل پیشگیری نیست ولی قابل تشخیص زودرسه. ما ترجیحمون هم این هست که در ابتدایی ترین مرحله بیماری عزیزان به ما مراجعه کنند، چون هم درمانها خیلی سبکتر خواهد بود و هم نتیجه و آتکام کلی خیلی بهتر میشه. به خاطر همین بحث اسکرینینگ پیش میاد. اسکرینینگ که معادل فارسیش غربالگری هست. یه مقدار میخوایم به این بپردازیم ببینیم چی هست و به چه صورت در مورد سرطان پستان انجام میشه. عزیزانی که هیچ مشکلی ندارن و برای غربالگری لازم مراجعه کنن، معمولا توصیه میشه که بعد از 20 سالگی، حالا علاوه بر این که خودآزمایی بالینی رو انجام میدن، سالی 1 مرتبه مراجعه به متخصص پستان داشته باشن که بررسی‌های لازم برای این عزیزان انجام بشه. طبیعتا در سنین پایین ابزار کمکی تشخیصی ما سونوگرافی پستان ها و زیر بغل ها و در موارد خاص ممکن از روش های دیگه مثل MRI ما بهره ببریم. در سنین بالای 40 سال معمولا توصیه میشه ماموگرافی به صورت سالیانه برای عزیزان انجام بشه. البته بسته به تشخیص پزشک محترم پستان بعد از 2-3 سال ممکنه این فواصل رو بیشتر در واقع تشخیص بدن، در واقع انجام بشه و نیاز نباشه به صورت سالیانه باشه و هر 2 الی 3 سال یک بار ماموگرافی انجام بشه. ولی ابتدا به ساکن 40 سالگی اولین ماموگرافی برای عزیزان باید حتما انجام بشه. در مواردی که عزیزان زایمان داشتن و به خصوص در گروه‌های پرخطر ممکنه ما از 35 سالگی اولین ماموگرافی رو انجام بدیم. از اونجایی که سن ابتلا به سرطان پستان در هموطنان ایرانی حدوداً 10 سال از دنیای غرب پایین‌تر هست، ما در مواردی از 35 سالگی برنامه‌های اسکرینینگ رو با ماموگرافی آغاز می‌کنیم و برای اسکرینینگ برای افراد سالم حداقل سال 1 بار باید به جراح پستان مراجعه کنند و طبیعتاً علاوه بر معاینه توسط جراح پستان از همونجور که عرض کردم خدمتون از ماموگرافی و در مواردی از سونوگرافی و در موارد خاص از MRI هم بهره میبریم. با این روش ها در واقع تشخیص بیماری حتی قبل از این که توده قابل لمس بشه که ما در این مرحله دوست داریم بیماران به ما مراجعه کنن امکان پذیر میشه. کما اینکه در ماموگرافی ممکنه میکروکالسیفیکاسیون یا اون رسوب های کلسیم به صورت میکروسکوپیک 2 سال قبل از این که توده ایجاد بشه قابل رؤیت باشه. چون خیلی از عزیزان میگن آیا تو من که تو معاینه مشکلی ندارم، برای چی باید ما ماموگرافی رو انجام بدیم؟ در پاسخ به این عزیزان میگیم ما منتظر نیستیم مشکلی داشته باشین کار رو انجام بدیم. ما دوست داریم ضایعات رو قبل از این که لمس بشه بتونیم رؤیت بکنیم و در این رابطه همکاران عزیز رادیولوژیست خیلی به ما کمک میکنن. خیلی خیلی ممنونم از توجهتون. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.